دریل ها مخصوصا دریل شارژی ها و برقی ها یه دستگاهی هستن که نیاز به سرویس های دوره‌ای حتما دارن و برای اینکه ما بخوایم یک دریل رو، یک ابزار رو، یک تولز رو بخوایم اون رو سرویس کنیم، به چه چیزهایی نیاز داریم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم و حتی یه جوری آموزش توری و اینها. پس امروز داریم میریم که این رو بدونیم و روی یه دریل رونیکس مدل 8212 که اتفاقا سنش هم بالا هست این سرویس رو انجام میدیم، سرویس های کاملش رو و شستشوش رو، باز و بسته کردنش رو و همه اینها رو با هم دیگه میریم که تا آخر ویدیو ببینیم. ابزارها، من همیشه بر این باور بودم که ما باید ابزارها رو بدونیم که نحوه کار اینها به چه صورته و برای اینکه ما اینا رو بدونیم باید اونها رو باز کنیم و مکانیزمش رو درک کنیم و بدونیم که چجوری داره یک دستگاه داره کار میکنه. الان ما یک دریل داریم که یه دکمه‌ای رو فشار میدیم، یه باتری داره و با یک سه نظام میچرخه و ما میتونیم یک سری ابزارها رو بهش وصل کنیم که توی خونه برای ما به کمکمون میاد. خب اینو با هم دیگه بازش میکنیم، ببینیم داخلش چیه، تحلیلش میکنیم و همه این چیزها. منبع تغذیه رو میبینید که منبع تغذیه 12 ولت 1.5 آمپر رو ما اینجا داریم و یک موتور 12 ولت داخلش هست که آرمیچر براشلس نیست و زغالیه. خب همونجور که دارید میبینید ما یه موتور داریم، یه گیربکس داریم، یه دکمه هست. این دکمه دو طرفه که میشه برق رو جریانش عوض میکنه، برای همین موتور برعکس میچرخه، یعنی همون باز کردن و بستن. این گیربکس هست که در میاد راحت از داخل موتور با یه چرخ دنده های گیره و گیربکسش یه کمی مشکل داره. این رو شاید بعداً گیربکس نو بگیرم با سه نظام نو که روش عوضش کنیم، شاید ویدیو گرفتن، ولی خب فعلا داره کار خودشو میکنه، پس این کارو نمیکنم، نیازی نداره هزینه داشته باشه. گیربکسش هم 400 500 اینجوری هم میشه. و از اون طرف هم این موتور رو میبینید که قبلا من خودم تعویضش کردم و یه موتور نو براش گرفتم و روش انداختم که ببینید کسایی که دریل دارن هم نیازی نیست که بخوان موقعی که دریلشون خراب شد بندازنش بیرون. حالا ویدیوهای بیشتر رو حتما تو کانال میذارم، پس کانال رو دنبال کنید که این ویدیوها رو ببینید، چون دریل چیزی نیست که یعنی خراب بشه و تو فکر کنی حالا باید بندازش دور. نه، یه همچین داستانی ما نداریم. 4 تا دونه قطعه است، یه دونه از اون قطعه ها اگه خراب باشه تشخیصش میدیم، تحلیلش میکنیم، میبینیم کدومه، تهیهش میکنیم، میذاریم روش و استفادهش میکنیم. داستان اینه. یعنی شما یه دریل اگه داری 3-4 میلیونه با 400 500 تا من درست میشه، کارت هم باش میکنی، استفادت هم میبری ازش و نیازی هم نیست بندازیش دور که یه نفر دیگه بخواد این کار رو انجام بده. چیزی در کار نیست، 5-6 تا دونه پیچه مهر است، فقط یه کمی اگر ببینی و اینها رو ببینی یاد میگیری و باش خودت هم انجام بدی.
اینجا گیربکس های دندونه‌ای دارن که باز میشه سرعتش میره بالاتر و بسته میشه سرعتش کمتر، که مال این گیربکس قبلا شکسته بود و من اون رو تنظیم کردم دائما برای اینکه پیچ بند باشه. اینجا هم میخوام که سه نظامش رو باز کنم که یه پیچی داره که خیلی سفت میشه و انقدر زور زدم، انقدر سفت بود و فشار زیادی بهش آوردم که جلوتر میبینید چی شد. 4 سو پوکید، 4 سو از وسط پوکید، بس که این پیچ محکم بود و همون موقع هم تصمیم گرفتم که این رو یک رابطی درست کنم که برای سر دریل باشه، یک 4 سو بلند رو ازش استفاده میبرم در آینده که خوب بود. خب در ادامه میریم و میشوریم قطعات رو، روغن کاریشو میکنیم با اسپری W40 و اونو میبندیم روی هم دیگه که بخواد بره. خب امیدوارم از قسمت شستشو لذت کافی رو برده باشین. من خودم خیلی لذت بردم از اون قسمت، خیلی جذابه برای من این که اون رو شستشو بدیم و ببینیمش که چه جوریه. از اینجا به بعد دیگه میریم سراغ این که یه واکسی میزنیم روی پوسته ها، تمیزش میکنیم و بعد از اون هم میریم سراغ مونتاژ دوباره دریلمون و میبندیمش و تستش میکنیم و سرویس ها و اینجا دیگه من حرف نمیزنم زیادی که شما ببینین و لذت کافی رو ببرین. و یه بار دیگه هم میگم که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و مهمتر از همه سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی که گذاشتم یوتیوب به شما خبر بده و اینکه حمایت کنید واقعا و خیلی ممنونم از اینکه حمایت میکنید. بریم سراغ ویدیو. 두근거리는 가슴이 좋은 기분인 걸 느껴 아주 작은 떨림도 잠에서 깨어나면 오늘 날씨 먼저 확인해 우산을 챙겨야 할지 세상에서 제일 행복한 순간 얼마나
참 다행인 거야. 매일 난 감사하죠. 그대가 곁에 있어서. 언제나 오늘 갓길기도 해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서. 오늘도 널 바라보며 웃는다. 내게 마지막 사랑이라는 항상 곁에 있을게. 다가가서 말을 할 거야. 널 사랑한다고. 언제까지나. 매일 난 감사하죠. 그대가 곁에 있어서. 언제나 오늘 곁길기도 해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서. 오늘도 널 바라보며 웃는다. خب اینم از این. باتریشو گذاشتیم و داره کار میکنه. خوبه. یکم سه نظامش گیر میکرد قبلا و ما الان بهتر شده که سرویسش کردیم و بهش چیز ندیم. خیلی بهتر شده، کار کرده. از همه نظر تستش میکنیم ببینیم که چجور شده و چی کارش کردیم از اون موقع تا الان زحمتامون چجوری بوده. و این خیلی برام ارزش داره که تا آخر ویدیو رو تماشا کردین. ممنونم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. از این قبیل ویدیوها رو خیلی زیاد میذارم براتون. تازه اولایی کاره. ازتون درخواست دارم که ازم حمایت کنید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که بریم سراغ چیزای خفن.